حاجی مرا جمعیف از فروش حاصل اول پالیزی خرج امسالی زمین را برآورده است. حاجی مرا در 40 ساتیخ زمین کشتش در ناحیه بلخی 1,500 تربوز فروخته است. 3,000 است. خدا 5,000 شده ایشون. 1,500 بود. اولش 20 روز شد. تقسیم فروختیم. آخرش این دونه تمام شد. شرکت کشاورزی خوف جماعت دهات کلینین در ناحیه جلال الدین بلخی 10 گکتر زمین دارد. در 3 گکتر تربوز از تخمی نمودی هلندی کش شده است. کارمندان کرایه اولین حاصل را جمع‌آوری نموده به صاحبکاران می سپارند. سفربگ نجمیدینوف با فرق از کشاورزان دیگر مساحت پالیزیش زیاد است. این کشاورز میگوید روز از روز ارزش تربوز در بازار پایان می رود و می تواند به جیبشان ضربه زند. همون صرفی که در همین زراعت دارو و کیشت مثلا جفت و دیگر چیزا را میکنیم همون رسخوده که صرفی همون ما گرفتن نتونستیم. برای همین خیلی بگذار که ارزون هم شود همین دسترخوان دهخان ما دسترخوان مردم ما تیج باشد امان باشد. کشاورزان میگویند که سال گذشته از میان پالیز یک تربوزی که از 10 تا 15 کیلو وزن داشت از 15 تا 20 سامانی از سر زمین میفروختند. حالا نرخ میانه آن 8 سامانی بوده است. کشاورزان مطمئنند که حاصل امسال برای مردم کشور کافی است و محصولات باید به خارج صادر شود. تربوز نسبتاً ارزان‌تر است. 6 تا 8 تا میشد. ختلان از ولایت‌های اگراری و تامین کننده بازارهای کشور به محصولات کشاورزی است. در این ولایت امسال 1153 گکتر پالیزی کشت شده است که 90% آن تربوز و خربوزه بوده است.